علامه محمد امین شنقیطی گفتن که تمام مفسرها، عامه مفسرها، یعنی اکثر مفسرها از صحابه ها و آنهایی که بعد صحابه ها آمدن از تابعین و تبع تابعین، وقتی که آیات های حجاب را تفسیر میکردند در ضمنش سبب نزولش را بیان میکردند. سبب نزول، سبب آمدن آیات، برای چی آیات نازل شد، برای چی حجاب فرض شد، چی حادثه روی داد. سدی میگویند که کان ناس من فساق اهل المدینه، فاسق های اهل مدینه بیگاهی ها منتظر می شدند. عادت اهل مدینه این بود که اون وقتا حاجت خانه ها در داخل خانه نبود. و بیچاره ها خانه هاشون هم یک خانه که عبارت از خشت خام و از لای و از درخت خرما پوشیده شده بود. می در آمدن یک خانه بود تمام و حاجت خانه نداشتن، چون که اون زمانه ها حاجت خانه در داخل خانه نبود و خیر نزدیک نمی شد. برای اون وقت شرایط ها، طلبات ها به یعنی که دیگر خیلی بود. بنابراین بیچاره زنها شبانه به قضای حاجت به بقیع می رفتن. اگر شما مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر مسجد را اگر تصور کنید، در وقتی که روی به قبله میبرید در طرف دست چپ مسجد بقیع است، قبرستان بقیع. اونجا یک وادی خالی بود. اون وقتی که شام میشد، یعنی که آفتاب می نشست، شب که میشد، زنها برای قضای حاجت میبرامد و بعضی زنها مقصد برای قضای حاجت میبرامدن شب که بود با لباس خانگی میبرامدن. و این را فاسقهای مدینه بنابر روایت ابن کثیر از سدی فاسقها گفتن. فاسقها یعنی آدمای گناهکار، آدمهای بی احتیاط، پرهیزگار، نه به زنهای مردم چشم علا میکنن، قصداً برآمده همین وقت یعنی که نظر میکردند، گپ چرانی میکردند به زنهای مسلمان ها. من مثلا تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمت الله علیه سال 671 از دنیا گذشته که اصلا این کس مالکی هستن از روی مذهب، از روی عقیده اشعری هستن. میگن که فیتعرض له بعض الفجار، بر جای کلمه فساق فجار گفتن. ابن کثیر فساق آوردن، امام قرطبی فجار، یعنی آدم هایی که فاسق هستن. این هم میگن فجره، یعنی آدم هایی که پرهیزگار نیستند، فاسق هستند، گناهکار هستند. پس زنها این حادثه رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کردند که آیت نازل شد. این سخن قرطبی است. ولی تفسیر جلالین که تمام داملاهای ما تفسیر جلالین خواندگی هستند. من از همه مفسرها ان شاء الله در مدت این 5 آیتی که تفسیر میکنیم، از مفسرهای مذهبی حنفی، از مفسرهای مذهبی مالک و شافعی و مفسرهای حنبلی و ظاهری، ان شاء الله یعنی سخنهایی که مفسرها آیدی تفسیر این قرآن گفتن ان شاء الله به شما کم کم نقل میکنیم. ببینید جلالین چی گفتند؟ فاسقها نگفتند و فکان المنافقون یتعرضن لهم. منافقها یعنی پیش راهی زنها رو میگرفتن. زنها که بیگاهی به قضای حاجت میبرآمدن، پیش راهی آنها رو منافقها گرفته گپ میپرتافتند. و این عادتی مردها هست. مرد که از زن دید که همین لباسش دلالت میکند که همین زن کی هست. مثال وقتی که شما زنهای محترم لباسی بیضه پوشیدید یا حتی حجاب هم پوشیدید و حجابی تنگ پوشیدید که اون حجاب حساب نمیشد از نگاه شریعت، وقتی که پسرها به شما گپ پرتایی میکنن، شما از خودتون خفه شوید، چون که شما گفتی الله تعالی را اجرا نکردید. اگر خواهید که اذیت داده نشوید، بله در بعضی کشورها حتی به زنهای حجاب دار هم بعضی مردهای فاسق گپ میپراندند. لیکن اینجا بعضی مثلا زنهای فاسقه فاجره که پنهانی دست به جنایت میزنه است، گاها حجاب به سر کرده میکند. بنابراین آنهایی که مثلا تکثیران هست و عملهای فسق و فجور آنها رو میبیند، گمان میکند که دیگر زنهای سطردار هم به همین خیل جنایت ها دست میزند. اینها فقط جنایت هاشون با سطر میپوشیده، اینا اصلا در
یعنی زنهای دیندار و سطردار نیستند. فقط یعنی هست این شاید 1% یا که شاید از 1% هم کمتر در عمومی دنیا یعنی گناه خود را با سطر پوشیدند. اینها را دیده بعضی فاسق‌ها گمان میکنند که دیگر حجابدارها هم میخوره که این اصل نیست. اصل این است که وقتی که زن لباسی با حشمت که پوشیده است دلالت به پاک بودن اون زن میکنه. کسی که ذره ایمان دارد باید به طرف او یعنی گپ نپرتاید. معنی اینا ندارد که یعنی وقتی که زن لباسی یعنی برهنه و نیم برهنه پوشیده است با آنها گپ پرتافتن و سخن گردن و نظر کردن جایز است. نه، با اونها هم جایز نیست. خلاصه این سبب نزول آیت است. وقتی که اینها به حاجت خانه می برآمدن شب که هست یعنی لباسی پره و حجابی وسیع و نپوشیده، گاه ها بعضی زنها هیچ کسی نمی بیند گفته با لباس خانگی می برآمدند همچون کنیزها زمان غلامداری بود، همه کنیز داشت. کنیزها یعنی لباس های نیم برهنه و برهنه می پوشیدند، اما زنهای آزاد نه. تا اینکه زنی آزاد، زنی مومن شناخته شود از زنی فاسقه و زنی عاهره، زنی سبکپا، الله تعالی حجاب را فرض گردانید. این سببی نزول آیت است.